سلام. امروز اومدم با ماینکرافت سوروایور و اینکه اول بگم که من تا حالا هیچ وقت ماینکرافت سوروایور تمام نکردم، یعنی درست نرفتم وسطاش، ول کردم و دیگه هر جوری بوده ما نشد که کامل بریم. ولی الان تصمیم گرفتم برای کانالم ماینکرافت سوروایول شروع کنم و بدون هیچ تقلبی کاملا درست تمامش کنم. فقط تنها فرقی که ماینکرافت سوروایول من با بقیه ماینکرافت سوروایول ها داره اینه که یه ریسورس پک فعال کردم به اسم اکشنز ان استاف. نگاه کنید اینجا این ریسورس پک رو فعال کردم و خیلی انیمیشن های باحالی به همه جا اضافه میکنه. چستر بلاک ها خیلی جالب میشه و واسه همین فعالش کردم تا یه تفاوت کوچولویی داشته باش. خب سوروایول رو شروع میکنیم، میریم چوب میکنیم مثل همیشه. اول همه کارا زیادم چوب میکنیم. خب یه خوک، یعنی چقدر قیافش عوض شده با این چستر پکه. بیا اینجا. حیوان خوک بیا اینجا. خب ناش کنین. دماغ در آورده، گوش در آورده و چقدر روون حرکت میکنه. خیلی باحاله چستر پکش. و توی مارکت پلیس هم پر دانلود ترین چستر پک مارکت پلیسه. خب فکر کنم به اندازه کافی چوب کندم، ولی خب من همیشه یکی از دوستامم هست با هم مثلا بخوایم سوروایور شروع کنم و همیشه بهم میگه که مثلا چوب کم بکن، ولی من نه، همیشه مثلا 2 استک چوب میکنم. ولی الان نمیخوام این کارو بکنم، میخوام کم بکنم. کرافتینگ تیبل میسازیم و خب این از این استی. خب یه چیزی هم که همیشه بود این بود که مثلا من خیلی انگار مقاومت داشتم که از وسایل خودم استفاده کنم. مثلا میخواستم برم با زامبی چیزی به جنگم، همیشه با استیک میرفتم میجنگیدم. مثلا شمشیر سنگی داشتم و با استیک میجنگیدم، نمیدونم چرا. ولی الان دیگه نه، این رفتارا رو کنار میذاریم و درست بازی میکنیم، لذت میبریم. معلوم نیست این چقدر طول بکشه، ولی خب از اونجا که قراره تا همیشه باشه، ما قراره اینجا کارهای زیادی بکنیم، کارهایی که هیچ وقت قبلا نکردم ولی خب قرار انجام بدم، مثل بیلدای بزرگ، کارهایی که بقیه تو هاردکورشون میکنن ولی ما اینو توی سوروایول میکنیم. خب چون تو هاردکور نمیتونیم زنده بمونیم. آخرین باری که هاردکور شروع کردم هرگز از یادم نمیره. خیلی قضیه باحالی بود. اینطوری بود که من وسواس داشتم روی چوب کندن، که چوب زیاد بکنم
یه عالمه چوب کندم، شب شد. رفتم دور خودم چوب چیدم که جونم هم کم بود که نمیر. بعد داشتم با دوستم هم صحبت میکردم، گفتم آقا این چوبا حروم میشه، بذار برش دارم. هم برش داشتم، یه اسکلتون تیر زد و هاردتورم تمام شد. ولی الان دیگه قرار نیست اونجور باشه. تا مرز شکستن کلنگ چوبی من همیشه سنگ میکنم. خب تمام شد، شکست. وسایل بعدی: استیک بیشتر، شمشیر، تبر، فرنیس خیلی مهمه. فرنیس. خب میریم بالا. ای بابا، از اونجا که الان کار خاصی نداره، میخوام از دوم شخص ببینم. فقط باید بیام بالا. خب این آره همین خوبه. بله، ببینید چه انیمیشن های روونی دارم. پریدن، بذار ببینم، شیرجه زدن تو آب انیمیشناش اینجا کار میکنه. مثلا الان آب نباشه تشخیص میده. دستمو خالی کنم. خب نه، انگار جواب نمیده. پرشو نها کنید چه کیفیتی داره. از اینجا میریم، انقدر میریم تا یه معدن پیدا یا کوه. زیر کوه همیشه لوتای خوبیه. من همیشه چیزای خوبی پیدا کردم. خب این سریو دیگه قراره بدون هیچ تقلب و ول کردنی برم و خوبم هست. اینجا قابل. خب بریم اول شخص. خب میریم این تو. او زغال ندارم، مشعل درست کنم. خب اینجا که زغال. او برو میجا. نه همه رو عریفم من. خب زغال. نه وای. اوه خب فاشه رو خوابید. بتمن کمکمون کن خدا. هموار. خب چند تا زغال میکنم. خواستم غذا بپزم و اینا. ویچر کجا رفت الان؟ ویچر رفت نیست. نمیدونم شما چیزی میبینین نمیبینین. بذار ببینم نور سفر رو زیاد کنم تاریک نباشه یه وقت هیچی نبینه. خب این از این. امیدوارم خیلی زیادم نشده باشه. یه مه کمی داره بازی. وای نه تمام شد، مردم.
بمیر. وای وای خدا، هیچ وقت ماینکرافت بدون چیپ اینونتوری بازی نکردم، هیچ وقت، حتی تو کریتیو همیشه چیپ اینونتوریم روشن بود. باورم نمیشه. دوباره ازم خیلی بده. به نظرم ویدیو تا همینجا بسه، چون از این طولانی ترم نمیشه که بشه، چون کار دارم و خداحافظ.